سلام دوستان، ایماردی هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. دوستان چطورید؟ امیدوارم که حال دلتون خیلی خوب باشه. دوستان اومدیم رنک بت رویال و اومدیم که یه ویدیو خوشگل براتون بگیم. دوستان این اولین ویدیوی بلند مدت ماست و امیدوارم که ازش حمایت کنید دوستان. و اگه شما حمایت نکنید که دیگه هیچی بدون شما هیچی نیستم. و اینکه بهتون بگم دوستان، حتما قراره چی کنم، ویدیوی بعدی رو از اوجی فورتنایت بذارم و اینو بگم که قبل اینکه این ویدیو رو ببینید حتما تا آخر ویدیو همراه باشید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو حتما سابسکرایب کنید و بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، یادم رفته می‌خواستم بگم، دوستان شما میتونید داخل کامنت ها برای من چالش بذارید تا من براتون انجام بدم و فقط هم شرطش یه لایک، یه ساب و یه کامنته که کامنتتون هم باید این باشه که چالشتون چیه. خب دوستان اینو میگم رنکدیم و همه اینی هم. و اینو میگم اگه معذرت میخوام برای اینکه میگفتم معذرت میخوام برای اینکه کیفیت ویدیو یکم بده و برای اینکه من دارم با گوشی ویدیو میگیرم و امکاناتی ندارم که بخوام با چیزای دیگه این ویدیو رو بگیرم. و آره دوستان بریم سراغ ادامه این ویدیو. چی میشه دارم این کار؟ میخواستم اسپلش بخرم که دیگه نمیدونم چیزی فول نخوردم ولی خوب با بیگ شیلد نزدم ولی به این فاکت اینجا باید آها نه دوستان اونایی که نمیدونم بگم من دارم با PS5 بازی میکنم. دو تا فول نکرده اینم سریع بریم خیلی سریع باید بریم سراغ مستطیر. بودو خب دوستان فعلا که اولین کیلو رو گرفتیم، بریم سراغ دومین کیلو. خب این از دومین کیلومون. شمشیر از نظر من واقعا خیلی بده و نمیخوام برش دارم. شکلی همینو برمیدارم. اون سلوتیه فکر کنم بات باشه و سراغش نمیرم. آره سراغ فیلش منم یعنی ولی سلوتیه به دوره و اعتماد داره اینی باشه. بسان سومی کیلو اینم که اوکی بات اوکی سوری هانتینگ اوکی دیدنش
رایفل نداشتم ولی نمیزن. وای شانس آوردم، واقعا شانس آوردم. خب بسون دو تا نیمی اصلا بگم اینم خیلی بده، خیلی اصلا این از الان بهتون بگم. اصلا خیلی جایی که اصلا نباید میز بدم و اصلا هیچ کس نیست نمیده رو میز بدم. بسام یکی هست مرسی از هیله ازم تاثیر گذار بود تو بیگ داری دمازی دمه بسام فلان چارمکی رو اونم زدیم بریم نمیدونم سراغ بعدی. اینجا یکی بودش همینجا داشت اسپم میداد و من نمیخوام از این دید بشم اسپمر بدبخت بریم بزنیمش. آقا مشکلی پیداش نمیکنم همون جایه لیفت نشده دوتا منم که واقعا اوکیه. از نظر لوت هیچ مشکلی نداریم. استان خب دوستان ببینیم میتونیم وینو بگیریم یا نه. دو ساعتی این دفعه دیگه فکر نکنم بات باشه چون که بات همون لگوی نمیزدم و این احتمال داره این همون انمیه باشه. ولی ساعتی لگوی میدونستم. وای یعنی باگی متنف میدونم شما دیدینش پس بای بای. میدونم خیلی اسمم برام درد داشت میره هانتینگ اصلا مگه میشه من هانتینگ زن آخه سلام گم سگی نمیدونم که بودم ریکوست بنداز بودم همینی بود که همین الان زدمش یا چی. ببخشید یک از ویدیو قطع شد نمیدونم باز چی ولی خب رسولم این ویدیو دوستان فعلا که ما 5 تا کیل زدیم و جز 10 نفر آخرم بشیم فکرم حل بشیم رنکت هم هست یکم سخت ولی دوستان ویدیو بعدی حتما از اوجی واسهتون میارم و حتما چالش هم بهم بدین که مثلا با دبل شاتگان برو یا مثلا از این حرفا. ناراحتیم از وجدان میگیم دوستان. من به این هابی که پوشتم اسمش یادم رفت میگم قلمبه کیومر سر سخته بره.
گوگلیه بهش نمیخورم. خب دوستان تا الان که جزو 16 نفر آخرین و 15 نفر جز من داخل این بازی هستن که به دست خودم کشته میشن الکی. خب یک اینجا در رفت اگر من نیدمش گیرش میکنیم. نه اوکی بس این کش بشکنم. میگم خیلی اینا بده مهانتین اگه میخورد که اوکی بود ولی خب نخورد. 15 تا زن راحت اگه یکی دیگه بود دل میکرد. یعنی من چه جوریه اونیست اوکی. حالا مثلا ما میگیم خوردشه بسرم یه رنج بیل کرد. اوکی دیدمش. فکر کنم SMG داشت اینجوری داشت اسم میداد. اوکی هوا خیلی خوبه. وای چی عصبانی هم میشه بچه‌ها. وای لطفا من خوب دارم. ای داشتم طولش میدادم. فرق کن. امیدوارم درک کنیم که این اصلا من چون لحن صدام عوض شد. آخه دوستان 13 نفر جزو 14 نفر آخرین و 13 نفر جزو داخل بازی هستن. چرا باید بیل چوبم تمام شد؟ من نمیخوام یه اتفاق بیفته. خب دوستان این از این رایفل میزیگر رو یه چیزی نشه بردارم. اوکی خودشون وضعیتمون واقعا اوکیه. جیجی این اوتو شاتگان میتیک که اصلا خوشم نمیاد ازش رو که بریم همه تا الان 6 تا کیل زدیم و الان جزو 12 نفر آخریم و 11 نفر تا الان موندن. تریفل نمیتونم من فقط دبل دید میتونم بزنم و نمیدونم چرا تریفل سخت. آها یه نمی مثل که نمی نیست جایدن داخل فورنیز یه باگی داره مثلا صدا پا رو نشون میده نمی نیست. نه مثل که هست. اوکی جاش میره نداره درد داشت میدونم. سیافتا اوکی برادر اچوت از من کمتره بکنم. دوستان این از این میدونم بسم برم باز سریع اینو بگیم در. خب دوستان
همه چی در میان خوب دوستان. اوکی فعلا که 7 نفر رو زدیم و جز 9 نفر آخریم، هم یعنی 10 نفر بود ولی اوکی. مینی بگیرم بهتر روز 5 تا نزدیک بود از این یورو دید جمعه بعد 7 کیل 8 نفر جز ما موندن. اوکی یعنی وین میشه 100%. ما وین نکنم، خیلی از این قلمبه ها غنیمت بود. اوکی اینقدر از این شمشیر متنفرم که اصلا نگو. یعنی چیزی داریم پلر میدیم میزنیم یورو سفید میکنیم خالص. یعنی من حواس خوبه یورو یه خالص میکنیم یورو شمشیر میدیم که تا کلم. اوکی ابیلیتی داره شمشیر میتیک هم پس دستشه. من هم که از شمشیر بدم میاد یه خب میتیک بسش شده است. داشت میتونیم با پول حلش کنیم. ابیلیتی تو بنداز ما بگی یورو شمشیر ببخشید. واقعا خیلی شمشیر چیز سمیه. ساوس هم بابیتی چه بزرگی. اوکی یه ماشین ما میگم فعلا درگیر نشیم. این هم بزنیم میشه نخور. مجبور شدم اینو بردارم نه این چیزی. وای همه ریختن من قفلی رو من. ولی از سرعت شمشیرش خیلی خوشم میاد. به من هیلینگ میدن بدبخت. چی نه بمیم میتونست کمکم کنه ولی برم که یعنی هیچ برم چه سشه بشه چه نداشت. وای روزا خیت خب دوستان دوباره ویدیو قطع شده. جزو 8 نفر آخریم و 7 نفر موندن فقط. من اینو زدیم بریم تو زون. اینجا بیگ داشته باشه که اصلا عالی میشه ولی خب نداشت. متاسفانه داداش برش نیدم نشیدم. دوستان اگه تو اینجا ویدیو با من همراه بودید که حتما این ویدیو لایک کنید و
تا ادامهش همراه من باشه ببینیم چی میشه این بازی گنگ با امین مرادی. وای ایشون کامل نیست، استرس میگیرم. لطفا بگید عجب رسمی. اوکی اینجا بوشکی باید باشه زدنش. وای ایول نه بیر بابا چه وضعیه چرا ایول من تو برم جون میگیرم اصلا حواسم نبود. وجود آبزی هم جزو 4 نفر آخرین 3 نفر فقط موندن جز ما. ببخشید راش ندادم ولی الان دیگه میخوام برم راش بدم. اونم که دیدیم اونجا بیت کرده بود. هوا خیلی خوبه دوستان، میتونیم راجع به هوا حرف بزنیم. اونی که ابیلیتی داره اینه که بایش خیلی خوبه. یه اسپای هم به تو بدم. اوکی چی از کجا بود؟ نفهمیدم. اوکی دیدمت. این ابیلیتی داره نیست. بکنم بایش خیلی خوب باشه. اوکی جزو 3 نفر آخرین. به گوزم شد. خب ابیلیتی داره همینه. غلط کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. پشمون دیگه از این میتونه برنده این بازی کثیف باشه. نوازی که خود میگفتم نوازی که خورده هیل نکرده. بیل سگی جنبشون ای شت. وای خیلی از خوبی بود. اوکی ببینیم کی برنده میشه آخر. دو 3 نفر آخر جی عالیه.
خب دوستان این بود از این ویدیوی امروز و این اول ویدیومون بود و امیدوارم حمایت بشه و آره دیگه دوستان تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.